هون گداریا رادیوریا تزش مسکوی دکن سلاف و دمو بخیر گدارین دلال رادیوریا تزاند کارن ببین تو رو اینترنتی بوی ناونی شانی مالپراریا تزه نقطه کو ایرو شمی 15 ایلونیه گداریا دنگو باسین گرینگ ین وقتی بکن شمی 8 ایلونی ایرانی بالیکاری فروکین جبدیری یریشه که بوشکی کرسر بارگین پارتی دموکرات کردستانی و پارتی دموکرات کردستان ایرانی ین روزلات کردستانی کد کبد نوچه کوی بن دسلات یکتیان اجتماعی کردستانی دا و دنجا ما یریشه دا 15 اندامین هدکی و 2 اندامین پدکی شهید بون و زیدتری 40 کسان جبرین دار بون بدف که دسته مافی مرون یا هریم کردستانی راگیاند وان راپورت کش 8 خلون پکتی در باری یریشه سوپا پاسدار ایرانی بو سر برگین هدکی و پدکی دا دایا این تامین یگرتی و کنسولخانه آمریکا یال هولیری بدف که دسته مافی مرون وی راپورت دا بالک شاندیه سرویه که او یریش بپیکرنا دستوری و پرینسیپین مافی مرون اجبر که جن و زاروک و خلق سیویل کردن آرمانج و اروا ادخال کردن دا دخواست کردن که نتوان یگرتی رول خود پراستنا سینورین هریم کردستانی دا هبه اجبر که پیام سوپا پاسداران دا گفا دوباره یریش کردن هیه نوندو هفکاری یا پارتیان روزلات کردستانی کاش کمله شورشگرین زحمتکشین کردستان ایرانی کمله زحمتکشین کردستانی ریخستن خبات کردستان ایرانی پارتی دموکرات کردستان ایرانی و پارتی دموکرات کردستان هدکی پکتی پشت یریش موشکی یا ایرانی بو سر بارگین هدکی و پدکی دخینیک بلاف کرد دوی دخینی بیش ده هر 5 آلین روزلات کردستانی دخواز هلوست که یگرتی و هف بیش همبر کمره اسلامی ایرانی دکن و دخواز خلق روزلات کردستانی جدکن که دست بگره که گشتی بکن. اف نوندو هف بیش یا پارتی روزلات کردستانی دخواز چلاکین کردی نوخواه و دروی کردستانی جدکه که هولا سرخستن وی بانگوازی بدن و دبیجه شمو چلاکوانین آزادی خواستین کرد یل نوخواه کردستانی و دروی کردستانی دخواست و به دواری ما اوه که همون مجالین خواه پشگیری بدن وی بانگوازی و هولا سرخستن وی بدن. سرک برزانی یریش ایرانی بسر بارگین حزب دموکرات الباجاری کوی یه باشوری کردستانی شرم زار کرد سرخوشی خاگیاند مالبتن شهیدان و هویا باشبونش بو برینداران را خواست حکمت و هریم کردستانی داخلی که یریش ایرانی یا موشکان سر بارگین پارتی دموکراتی روزلات کردستانی یک و یه شرم زار کرد و را گیاند دوباره نرازیبون خالنبر کارانین خاکا هریم کردستانیش بو یریش کنا سر ولاتن جینار دینن زبان گفت آوایی نای قبول کردن داخلی حکمت هریم کردستانی دو تیگوتن تبی شربزار کنا فی بمب بارانی دوباره نرازیبون خالنبر کارانین خاکا هریم کردستانیش بو یریش کنا سر ولاتن جینار دینن زمان گفت آوایی نای قبول کردن و دبه سدم تکبرنا آرامی هریم کردستانی لما ام دخواست دکن دوباره نبه ریز لیاساین هریم کردستانی واره گرتن حکمت هریم کردستانی داویا پیام خودش مالبتن قربانی را سرساخی خواست و هیویا زو باشبون و برینداران آنیزمان او را گیاند حکمت هریم کردستانی دی ارکی خوش بو هفرا کاری کرنا لیقوی بین جیب که او وان تیم که هفر چوین شاندیه جبو برینداران و همو جوره آلیکاری گیاندن آلیکاریا زیان بکاتیان و خلق سیویل یه نوچهه جگری سروکی آمریکا ماک پینس دوشمیل گل سرکوزیر هریم کردستانی نیچیران برزانی پیوندی که تلفنی پیکانی و هر تو آلیان بحثا چند مجران کرد الگوری دخینی کوشکاسپی ماک پینس یریش موشکی یا ایرانی سربارگین پارتی دموکراتی روزلات کردستانی ین کوی یا هریم کردستانی شرمزار کرد و یریش وک هفدانکش بو دسترجی کناف ارد جیدانی خواهین هری نزدیک بناف کرد دخینی دهات گوتن که هر دو سرکاتیان سر هلوست و کردیاش بو پیکانی حکومت عراقی گوتوبیش کردن و هروا بالک شاندن سر هفبشبون استراتژیک یاد نامبر کردان و آمریکایی دا هروات پیوندی و تلفنی دا سرک وزیر برزانی جسپاسی خوش بو پشکریا آمریکایش بو شهر دژی دایش آنیزمان و آمجه به یکی کرکو همان هنگی یاد نامبر هر دو آلیان داشت بو سرکفتن و دژی تروری پیوسته فراکسیون پارتی دموکراتی کردستانی پارلمانتوی کردستانی دا درباره یریش کبرا اسلامی یا ایرانی همبری بارگین حزب دموکراتی کردستانی و پارتی دموکراتی کردستانی ایران باجوری کوی دخینیک بلاف کرد دخینی دهاتی زمان که 8 ایلون 2018 بنگین هدکی و پدکیل قضای کوی کتم بر بمباران کبرا اسلامی یا ایرانی که انجام ده هجمارک کسان جانی خوش دزدان و بدهین جبرین دار بون فراکسیون پارتی دموکراتی کردستانی پارلمانتوی کردستانی دا یریش بتندی شرم
شرمزار دکه یا که دژی همو یاسا و پیمان نونتوی و هروا دستجیک راست سرخاک و سرویریا هریم کردستانی فراکسیون بده که سرساقی خاگیان هر دو پارتیان و مالبت شهیدان و داخوزین سلامتیش برینداران را گیاند. وزیر درباره عراقیان سر بمباران بارگین هر دو پارتیان دموکرات هدکی و هدکی ناراضیبون خواهیان بایلوز ایرانی یل بغداد. وزیر درباره عراق ابراهیم جعفری کنفرانس روزنامه‌ای دال پایتخت مصر قاهره راگیان اردجی بمباران بارگین پارتیان دموکرات هدکی و هدکی نه و ناراضیبون خواهیان بایلوز ایرانی یل بغداد که چاول دجی بمباران ترکیه نه هر وال هم بر بمباران ولاتن دننشی. جعفری گویی هلبست آوند و درباره دا زلاله و دستوردان کاروبارن تا ولات کی دا نکن لم رینودن ولات دنجی دستوردان کاروبارن نخواهین عراقی دا بکن. بایلوز بریتانیا عراق جنوبی که درباره یریش ایرانی بو سربارگین هر دو پارتیان دموکراتی رجلات کردستانی دا دلگرانیا ولات خو نشان دا اوراگیان کو پرسا کردن رجلات کردستانی بری او ریباز لشکری چاره سر نابه او تکس کر افرست به برین سیاسی بینه چاره سر کردن. جون ویکس دیار که ایران کاره ببیجه موافق من دین بروانی هیلی دوی همو ولات رزیل یا ساین ناو دولتی بگره و یریش ایرانی یریش که مترسیداره و سرخاک ولات گیدن هاته انجام دان. او دیسا راگیاند اویریش ایرانی دمه که دا بو که پارتین کردان کوید جوینه که خود بو و اویکا نای قبول کرن. انجمن اجتماعی کرد سوریه دروکردن سی جوان کرد ایرانی و یریش روز 8 ایلون یار سربارگین پارتی دموکرات کردستانی و پارتی دموکرات کردستان ایرانی کویب تندی شرمزار کرد و راگیاند ترور ایران پر اوی بردوام دکه. سرکاتی گیشته یه کسی داخلی خود دیار دکه که رژیم ایرانی دستوردن خال کاروبارن ولاتندن دا نافچه خسته ناف شرکی و آرامیا حریم خراب کریه. یه کسی یریش ایرانی بو سربارگین هدکه و بدکه و که یریشن هو نه بناف دکه و دبیجه یریشن ایرانی ین هو نه نکارن ایراده گلی کرد و بدستخستن مافین خواهین نتوی این روا بشکنن. انجمن اجتماعی کرد سوریه رو سرخوشیل مالبت شهیدن هدکه و بدکه دکه و هیوی دکه که بریندارن وی یریش دمکی زودا باش ببند. پارتین کردستانی ین باکوری کردستان تندی گریشن ایرانی سربارگین هدکی و پدکی پروتستو کرن. سرساخیا شهیدان و سلامتی برینداران خواستن. پارتین کردستانی داخلی خود بانک حکومت و پارلمانتوی حریم کردستانی نتوین یک بو یکتی اروپای او را یا گیشت یا جیانی دکن دکل هم بری وان گریشن دولت ایرانی بیدنگ نمینن. داخلی داشت بر گریشن ین هو نه دولت ایرانی رو رشد دکن. هر وا هاته گوتن چاوکو حتی ایرو تو هزی نکار بیاب کشتن قتلیام جنوسید انفال و دروکردن و ریل بردوز آزادی کردستانی بگره ایرو پیواجی ده تو هیز نکار بد ریل بردوز میا روای آزادی بگره. فرماندار فیلق قدسی یا سپاه پاسداران یا ایران قاسم سلیمانی پشتوانی خوش بو یریشان سربارگین هدکه و هدکیل که راگیاند و گفا دوباره کردن یریشان پارتین رجلات کردستانی کرد. قاسم سلیمانی راگیاند که ایراده یریش کردن جمع ایرانی هیه و گفا دوباره کردن یریشان دشی پارتی رجلات کردستانی نو آخو حریم کردستانی کرد. سرفرماندار ایرانی محمد حسین باقری داخلی که روزنامه‌نگاری دا راگیاند پیوست حریم کردستان و عراق وان هیزن که یریشی سرپاسیوان سینوری ایرانی دکن را دست ایرانی بکه. گور کانال دجله یا عراق محمد حسین باقری گفت به یکی خوریه اگر پارتین کردیین رجلات کردستانی چلاکین خواه را نوستینه اف بگمان مشکن زیدتر یریشی حریم کردستانی دکن. حکومت ترکیه جوره کردن بالیدک شناسه رفشو ایدلیبی و دبیجه پیوست جیان رینه در رژیم سوریه هوا بندن و یریش ایدلیبی بکن که نتنی کارست مروی لیدی باندوره که مزن سیاست و دیپلماسی جبکه و پیواجون حتی ناکرن تک بده. بیداری سرکومری ترکی ابراهیم کالن داخیا کرند ولی سوری پیش همو جوره کنکوژیان بگرتن نتنی کنکوژیان چکین کیمیایی. ابراهیم کالن گفت پشتی جوینا تهران باشور ایدلیبی تی بمباران کرند. یریش سر ایدلیبی نتنی کارست که برویه و انجام سیاسی و دیپلماتیک جبینه. دوی همو جیان سر کار بکه دوی اروپا آمریکا همو ولی پامنهنگی یک حرف دکو پیشیا یریش بگرند. مدرسه ترکیه پیکانینا پیلا کوچک نو یاد انجام
سردم اپراسیون ایدلیبی دا هر بلند به سروکی کمیسیون در و یا پارلمانتوی ترکیه ولکان بسکت بیشه قوات ترکیه نمای که کاربه پیلک نو راگره لموجه وی ترکیه دری خو پیدانپران و نکه اوجبوان نو خاک سوری دا کامپان دمزرینه جبو ترکیه بقاسی اپراسیون ایدلیبی مجرا کوچیش بجرا که گرنگ و گلکی کریتیکه نتوان دیگرتی هین دونزدی ماه حزیرانی دا هشیاریک دا بو گوته بو گر ایدلیبی اپراسیون دست ببکه وی 2 میلیون و نیف کس بری خو بدن ترکیه جبو وی یکیجی ترکیش نهو دست براگرتنا برگریان کریه و دخوازه وان کسین که ویش ایدلیبی کوچ بکل افرین و البابی بجی بکه سروکی کمیسیون در و یا پارلمانتوی ترکیه دوی درباره دجبو تلویزیون که تایبت راکیان گر ایدلیبی پروسیس که نیگاتیو رو بده اوی دری خو کوچ برا رو بناکن آژانس رویترز دراپورته که تایبت دا چهارشنبه زاری فرماندار که سرلدار رادگینه که ترکیه دمین داویدا شاندنا چکان سرلدار سوری را زیده کرنه که بکار بخالن بر اپراسیون که ارتش سوری بپارزن پشتی که هلجوینا تهران یا نوبر ایران روسیه و ترکیه تکچو کل ریل بر اپراسیون که سر ایدلیبی بگره ترکیه دست شاندنا پرتر سیلهان هندر و دورا ایدلیبی کریه فرمانداری پای بلند کد وی بردوامی کد که کار دست ترک لنبر اپراسیون که ارتش سوری یا دمدریش سوز و پرتر آلیکاری دانوان فرمانداری ارتش آزاد یا سوری دازانین کد نوچکین که نوهات نه جبلخانه و راکیتن گراد جیهنه راپورتا رویترز بولد کشیده که تاوی هولن وی کاربدستن ترکل سرگوتنن فرماندارن داخیانی ندان شروان کردین روجوای کردستانی 100 کیلومتر ریبرینه دا کل کلک و هیزن حکمت سوری بجداری شهر کنترل کنن پارزگاه ایدلیبی ببن که پیگه داوین یا گروپین اپوزیسیون سوریه افدمه که دای کد نوبر کردان و شامی دالیسیت جرانویس نافچین کردی و ریبریا روجوای کردستانی دانستاندن بردواندکن پشتی جیبین لطکه تهرانی که بجداربون و سروکن روسی ایران و ترکیه بریواچو همو آمجه وی یکی نشان دادن که دمه که نزدیک دا اپراسیون ایدلیبی دی دست ببکه الگوری راپوره که روزنامه گاردیان یا بریتانی کومن اپوزیسیون سوریه لطکه تهرانی پر پیوی نبونه الگوری راپوره گاردیان ایدلیبی هجماره که چکدارین کردل گل هیزن رژیم سوری و میلیسین شی هف کرتنه اول هیویا فرمانی ندکو یریشی ایدلیبی بکن تی گمون کرن که اف چکدار شروانین هیزن سوری دموکراتیک بند که اف 3 سالن گل هیزن هف پیمانیا نادولتی یا بسروکاتی آمریکای شهر دایشی دکن شهر دایشی بر داوی واده چه داوی مه آدار 2018 دا پشتی گیریش ترکیه یا سر افرینی یکیناین پراستنا گل هیزن خواه بازار افرینی وکشاند اف دمه که دابو که افرین بشه که سرکه یه پروژه دا بزراندن هریم روزوای کردستانی پیک دانی فرماندارین جی بگید بیشن تولدان افرینی آرمان جوانیان سرکیه هفسروکی بریه تفدم آدار خلیل روزنامه بریتانی را اشکره دکه که کرد آمدنش بو رزگار کنن افرینی گل حکمت سوری رکفتنی بکه گرمایی شهر افرین دا حسده و یه بگیش آمریکای دخوازا بشگریا لشکری و سیاسی کرد دا که یریشن ترکیه را گره لیش برکو افرین نو هریم و سرویریا روسیای دا بود و تا هزه که آمریکی لور نبو هرواش برکو بیوندین واشنگتن و انقره جی آلوز بون لما آمریکای نکاری و دخوازا مزن جیب که یریش سر افرین بیوندی ین آمریکا هزین کردی ین رجوای کردستانی اروا اپراسیون دجی دایشیل سوریه جی قلس کرد چفکانی که بلندش دزگین استخبارات اولات که هریمش روزنامه را گیاندیه که آمریکای حشاری دای هسته و گوتیه که قبول نکن شروانین وان مل به مل هزین حکومت سوری و میلیسین ایرانی بجداری اپراسیون ایدلیبی ببن هفته بهری بازاری قاموشلوگی رجوای کردستان شهر نامبر هزین اولیا هندرین آسایش و ین هزین رژیم سوری دا قومی هات زانین که 3 اتومبیل هزین رژیم سوری در بازی ریا هسک یا ناو بازاری قاموشلوی بون و نامبر وان و هزین آسایش دا شهر در کد و شهر دا آلیان کشتی و بریندار هبون پارزگری هسک جایز الموسا درباره بویار بازاری قاموشلوی رو دا شمال پرک نزدیک حکومت سوری را گیاند که هزین سوری دموکرات لیبورین حکومت سوری خواستیه و دیار کریه که بویارش انجام شاشیتی که کسیتی بویه لی پارزگری هسته که گوت حکومت سوری وی لیبورین قبول نکه و اوی حیفا وان کشتیان هلینه اوی گوت جی چه کس اولی پیوندی با امریکا را بکه تنیرین حکومت دا خواهینه و ارتش سوری وی توای آخ سوری کنترل بکه شالی
بری خواه مجلس سوری دموکرات رگیاند که آلین دستی وان ده بیارا یا قاموش ده هیه دخوازن دانستاندن نوان و شامی ده پوچ بکن. مجلس سوری دموکراتیک داخینی خدا گوت امش بیارا یال بجاری قاموش تو گلکی دلگرانن اوش اشایست و هیزن حکمت دخواست دکن که خواه بگرن و اگر هر شرک دوی دمی دا بگرن ند برجیواندین تا آلی که دایه. سیشمی سرک وزیر هریم کردستانی نیچیروان بارزانی گل کنسول اونونرین ولاتین یکتی اروپا الهریم کردستانی جبین نکل دار خست. دوی جبین داوی بیارین سیاسی و رفشا هریم کردستانی اومده کارین البجارتن پارلمنت کردستانی هاتن گوتو بیش کرن. نونرین ولاتین یکتی اروپا الهریم کردستانی دلخوشی خو سر انجام دادن البجارتن پارلمنت کردستانی دان خیا کرن و هیوی خواست دکو البجارتن بارامی داوی ببه. هر وا جبین دابزاوین پیکانی حکومت نو یا عراقی و رولو هریم کردستانی و که هفبشه که سرکت پروسه سیاسی یا عراقی دا گرنگ هات بساندن و دوی درباره دا نیچیروان بارزانی و نونرین یکتی اروپایی هفدنگ بون که پیوست پیکانی حکومت نو یا عراقی سر خواسته که خلق عراقی به و کارش بو پیدا کردن خدمتکاری و آرامی بکه. هفته بوری سرک بارزانی بوداره که دست کمپانی پارتی دموکراتی کردستانی کرد او را گیاند. بدکش دم دومزواندن اوش دم شورش ایلون و مزن و امروزش بو دستخستن مافین روایین گلی کت او پاراستن دست کردن بو. سرک بارزانی گوتار خدا گوت. گلی می باوریا به نماین دموکراسی بر پربجارتن که گرین او جارنویسی دچه. نها بدکی جبو آوکرنا کردستان که پیست به پشتوانیا خدای مزن او به پشتوانیا جامعی تکوشر یک کردستانی او به حمایت اندام او آلیگرن بدکی و پیویه که مزن کارینا گنجان و پشمرگین قیرمان و خوینا شهیدان دست کمپانیا هلبجارتن هم دکن. دبشه که دنیا گوتار خود سرک بارزانی دخواست اندام و آلیگرن بدکی کرد سبکیت کسی نکن برسی و سبکایا کسی ندن و ریز لیاسا بگرن و آرامی بپاریزن و خلقی بیزار نکن. سرک بارزانی آمجه بیجی کرد بینن بیرا خلقی که اگر بدکی نبا دیپلونا نیشتن هریم کردستانی سر بگرتا و ایرو کسی دن دل حولیری حکم بکرانا. هر وردی همو کردستان بند داگرکاری دابایا لبخینو کر و براین ما و بخیرت و بدکی پلان هاته تک برن. پشت راز بونکش ور و پیواجی دیپلونین و سرناک هون و تک بچن. سرک بارزانی گوچی هگر بدکی سرکفتن بدست بینه دوی سرکفتن که مزن ببو حکمت که پیز دروس بکه بکاره ریفورمی بکه و گوهرتن تحمو وراندا بکه. سرک بارزانی دخواست کرد که همو اندام و آلیگرن بدکی هرن سر صندوقان و دنگی خوابدن. دهوکی پارتی دموکراتی کردستانی فرمی دست کمپانی هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی دکه اندامی پولیتبیرو پدکی مسرور بارزانی گوتاره که پیش کش کرد. پارتی دموکراتی کردستانی دریو رسمه که هلبجارتن خواهین پارزگاه دهوک ینش بو هلبجارتن پارلمانتوی دناسینه. هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی بریار دروجستی و مهی بریو بچه و پدکی کمپانی خواهی هلبلیری بگوتاره که سرک بارزانی دست بکرد. پدکی پیزه که سربخوا و پشمارو لیستر 183 و به لوزونگا آواگرنا کردستان که پیست بشداری هلبجارتنان دبه. جوات اجتماعی یا تفکر گران جوین خدا بریار دا بشداری هلبجارتن پارلمانتوی کردستانی ببن. جوات اجتماعی یا تفکر گران جوین خیا به هفته دا بریار دا بشداری هلبجارتن 30 ایلونی ین پارلمانتوی کردستانی ببن که بریار روز 11 ایلونی جی پروپاگاندین هلبجارتنان دست ببکه. دا جوین دا بریار هاته داین لوزونگا گران یاش بو هلبجارتنان جی برب حریمه که داد پروار و خدمت گذر به. افدمه که دای که تفکر گران بسبب سختکاری و هبونا نوین دوباره و مریان دلیستین تومارین دنگداران دا دخواز پاشخستنا هلبجارتنان دکر. اندام بری یا پارلمانت عراقی بیان داخل را گیاند که پست سرکتی عراقی تایبت پارتی دموکراتی کردستانیه. بیان داخل تفدیدن که تلویزیونی دا گوت پارتی دموکراتی کردستانی دمو در بازبوی دا گلکش مافین قربانی داشت بو برجیوانتیا آلین دندین کردی دا که یک ریزی بپارزلی وی جاری پست سرکتی عراقی جی مافی پیدکیه. بیان داخل دا کفشی که سرک بارزانی دکاره دمه که دا وی پرسی یکالی بکه و بربجیره که کردش بو ورگرتن و بی پستی دستی شام بکه. یکی تیرادگینه پیمانی بو دموکراسی و دادپروری دخوازا یگرتنی کریه و افجی دخوازا
دانستان دکن. دناپیر جوات سرکتی یکتی جویا و تیدا رفش عراقی هبجاترین کردستان و دخوازین هفپیمانی بو دموکراسی و پروری جبو یکتنا لگل یکتی هات آخافتن. گور دخینی سرکتی یکتی پیشوازی سرکتی هفپیمانی دکه. جبو دست پیکردن دانستان دنان شان دک بلند جبو وان دانستان دنان پیکات. هفپیمانی بو دموکراسی و داد پروریش عالی اندام مکتب سیاسی یه بری یه که دکتر برهم سالوا هات دمزراندن و تلبجارترین عراقی داجی آمده بو. لی پشتی البجارترین تایبتی بگیره کل گور وان سختکاری دلبجارترین دهاتن کرن گلین خوا را گیانده بون. هزین سوری دموکراتیک روز سیشم 11 ایلونی قناخ داوی یا اپراسیون باهوزا جزیره رشتینوری پرزگاه دیرزوری دژی چکدارین دایشی دست بکر. اف اپراسیون نافچین هجین سوسا شفا و زوین در دور خودگره و 6000 شروان حسیده دیدا بهدار بود. اپراسیون حسیده شار آلیان و هفریزیل گل هزین هپیمانیا نافدارتی دژی دایشی به سرکاتیا آمریکا بریواده چه وارمان جاوی پاکرنا نافچین رجلات فراتیه. هزین سوری دموکراتیک راگیان کد شهر دروژان دا گندواری دیرازوری 41 چکدارین دایشی هات نکشتن و 6 شروان وانجی جان خواهش دست دانه. حسیدی دایه خویا کرن که هپیمانیا نفدولتی بریا بالافرین خواهین شهر پیگین دایشی لدورین اپراسیونی بومب باران کرنه. پارزگریا دیاربکری دخینی که جرایا گیشتی را گیاند چرچوهای اپراسیونان دژی پککی دا 12 ایلون دمجمار ساعت 4 پاشینی رو پیدا 16 گند و نهین گریدای نافچین لچه فرقین کاراس هزرو و پاسوری قدغه در کتنا کلونن هاتیه را گیاندن و حتی فرمانه که دویم دی قدغه بدومه. پارزگرین حشاری ده نشتجین کل گور قدغه تا بگرن دا کزرال نگیجه جان و مالین وان. داخینی دکتی آمجه کرن که دما بدابی بون قدغه ندیاره و حتی فرمانه که دویم دی قدغه بدومه. نتابین یگرتی دبیجه ترکیه دما اپراسیون آفرین دا نخوشخانه بازار و مالین سیویلان کرن آرمان و دوار پیوان شهر دا هستیار نبویه. نتابین یگرتی درباره توان شهر یلن سوری دا راپورت خوا اشکره کر و راپورت دا دیار کرن. هزین ازمانی ین ترکیه بریا یریشن 24 دا یال سر آفرین برگرین پیویست نگرتنه و چکدارین اپوزیسیون جی بکریان خواهین گرتن و بنچاف کرنن بسر و بر نیاسایتین کرن. گور راپورت فروکین شهرین ترکی دما بمبارانی دا نخوشخانه جی بازار اومان سیویلان جی کرنه آرمانج و دوی واری دا حشیاری ده ترکیه. هجمانک جری خستن و سازین جواک سیویل ین مافین مروان که دخوازن نونرین کردان جی کمیتا نویساندن و دستور که نویا سوری پاشروژی دا بجدار بن هین ولاتن اوروپای دی میتینگان و خوابشندانان پیش نویزگین نتوانی یگرتی لدار دخن. تولی که دریای ین کسی را ده نونرین کرد کمیتا نوهتی دا هنجی لی سازین جواک سیویل دبیجن پیویست نونرین واجی دوی کمیته دا هبن. درباره نویساندن دستور که نو سوری پاشروژی را هجمانک جری خستن و سازین جواک سیویل و ین مافی مروان بارمانجا که نونرین کردان کمیتا نویساندن دستور سوری پاشروژی دا بجدار بن پیش بین میتینگان المهین ولاتن اوروپا پیش آواین نتوی یگرتی دار بکن. الگوری وان سازیان پیوستن نونرین جواک سیویل کمیتا نوهتی دا هبن دا که چفدیریا پروسیا نویساندن دستوری بکن وش آلی که دن وشی مافی همو پیکاتاین و دناوان دا گلی کرد لسوری بپارزن. دنگ و باسین جیانی روزنامه ویل ستریت جورنال یا امریکی را گیاند که سروکی سوری بشار اسد کارانینا چکین کیمیل ایدلیبی اری کریه. روزنامه سرزمانیش درین پای بلند تولگریا امریکایی دا و گواسته بشار اسد ریدای هزین خاک و گازا کلورین تو پیراسیون کنترل کننا ایدلیبی کار بینن. هر یکش امریکا، بریتانیا و فرانسا چند جرا حشاری دان رژیم سوری و بشار اسد که دوی چکین کیمیل نیم کارانین و گفا انجام دانا گیری شکتن رژیم اسد کرن. برین هاجی وزارت درب یا روسیه را گیانده بو که کتیبین سر پوزیسیون سوری و بالیکاریا دستگاه هوالگریا بریتانیا گاز کیمیل ایدلیبی کم کرنه و به مبسته که دژی سیویلان کار بیدن و پشت را هزین رژیم گونه کار بکن تا که به سبب امریکا یریشی سوری بگه.
آمریکا دیار کرد که گر ارتش سوری یا پشگیری روسیه یریشی لیبه بکه مسکو به برپرسا تراژدی مروایی به بردف که وزارت بروانی آمریکا ایریک پاون دازانی که آمریکا و هوال بردن وی سر انجام که تجی کشتن یا اپراسیون که لشکری کتنه فکارن اوی دیار کرد که دزیدتر گمین جنگی ین روس بروین دریا سپینه و آمریکا دو سدمو و یکیش کتیه روز یکشنبه 9 ایلونی البجاتن پارلمانتو انجمن پارسگی و شهرداریان سوئدی بریوچون رژه بجداری البجاتن 84 ساله بود تنش بو پارلمانتو زیادتری 40 کرد خاکر بود نامزد که هجمار کرسیان پارلمانتو 340 نه گور انجمن البجاتن پارلمانتو سوئدی 5 کرد بود پارلمانتارن سوئدی پارلمانتاری سوئدی جبار امین راکیان کل گور انجمن که حتی نا درکتنه د پارلمانتو نودا هری کم 5 کرد ببن پارلمانتوی سوئدیا نودا هری کم 5 کرده ببن پارلمانتار افجی لاوین ریدار گلان آبچی روزا گوجلی هدین سرکان کوسه او کادر کاسرگه جبار امین دیار کرد که حتی در روزی دن جدا کردن دنگل بجاتن پارلمانتوی سوئدی دی بردوام ببه اوش بلی وان 5 کسان هیوی هیه چند نامزد دن ین کرد سرکفتن دست بخن جبلی پارلمانتو هل بجاتن انجمن پارسگی و شهرداریان سوئدیش بریو چون اوت همو پارتیان دا کردان خاکرن نامزد جبار امین دا کفشه که هیوی دارن گل کرد بجاتن انجمن پارسگی و شهرداریان دا سرکفتن دست بخن دارین هیجا ابو وشان دنگ و بس نفته که 4% کردستانی و کردین دیاسپوره هروا نو چین و نتوی اجاره کردن هفتیاتی دی سال سروی اینا و نشانی بنجام و نو چین هفته که امی راستی هبین آمده کار اوری به برا دنگ و بس نو یا رادیو ریتزه بیلاس ترکیه حتی نی وشانانو بمین نو خیر و خشیده